ما میخواهیم که در تاجیکستان آزادی، برابری و عدالت باشد. ما میخواهیم که در تاجیکستان همه شهروندان این کشور خود را صاحب این وطن حس کنند. ما نمیخواهیم که یک گروه برایشان زندگی کردن، از تمام امتیازهای این وطن استفاده بردن، بیزنسی آزاد کردن، رفتارهای آزاد کردن داشته باشند. باقی مانده برای این کارها را انجام دادن باید از کسی اجازت بگیرن، نه از قانون. قانون به همه این اجازت داده است، ولی باید از یک نفر دیگر یا از گروه برای این کارهای قانونی اجازت بگیرن. ما این رو نمیخواهیم. ما میخواهیم در این دوره گذشته از افکاریتاریسم که واقعا با تمام معنی کلمه تاجیکستان متاسفانه وارد یک نظام افکاریتاری شده است، یک دوره گذشته را پس سر کنیم، بگذاریم به یک کشور واقعا دموکراتیک که مردمش آزاد باشد، انتخاباتش شفاف باشد، یگان منصب دولتی میراثی و دراز مدت برای هیچ کس نباشد، مردم پارلمانش را آزاد نمایندگان خود را انتخاب کند، سوریه ها را انتخاب کند، رئیس شهر و ناحیه را انتخاب کند، از روی شایسته سالاری و قدرت و توانمندی فردی، نه اینکه گروهی، حزبی یا جای تولد. و مردم بدانند که پرزیدنت، وکیل، سروزیر، تمام وزیرها خادم مردم هستند، در خدمت مردم هستند، برای 10 سال، برای 6 سال، برای 4 سال اجاره گرفته شدند از طرف مردم.